بالا به هر کی که هست میخواستم بهش بگم شما اگه نمیشناسیدید ما سوختیم اینجا گشنه‌ایم اصلا مورد چی میکشه شما که میان فیلم میگیرین نمیدونم عکس میگیرین من که نمیدونم اون تو چیه به کی میبرین نشون بدین خب به داد ما برسن عقبه. این فیلم ها رو به کی نشون میدین؟ نزدیک به 30 سالی که پشت دوربین این سوالو بارها و بارها شنیدم و هیچ وقت جوابی نداشتم. این فیلم ها رو کی میبینه؟ این حرفا رو کی میشنوه؟ اما این بار در بهار سال 1388 حاضرین؟ بله. درود بر شما که دارید این ویدیو رو میبینید. همونطور که مطلع هستید در چند روز آینده ما 8 مارس رو پیش رو داریم. همین چند روز گذشته بود که فیلم مستند خانم بنی اعتماد در مورد ائتلاف گروه‌های فعال حقوق زنان در ایران قبل از انتخابات دهم در اینترنت پخش شد. این فیلم در واقع نشون میداد که چطور این گروه‌های مختلفی که در زمینه حقوق زنان فعال هستن علیرغم اختلافاتی که با هم دیگه دارن مجبور شدن به خاطر احقاق حقوق اولیه زنان ایرانی به عنوان یک شهروند، پذیرفتن زن ایرانی به عنوان یک شهروند برابر با مرد، علیرغم تمام این اختلاف سلیقه هاشون با هم دیگه ائتلاف بکنن. و برای من خیلی جالب بود، من توی این ویدیو انسانایی رو دیدم که بسیار فعالن، بسیار زحمت کشن و من تا امروز اینها رو نمیشناختم. خب بعد از اینکه من تونستم میذاره سرچ کردم و از گذشته و سابقه این دوستان با خبر شدم، خیلی افتخار کردم به خودم که چنین شیرزنانی تو مملکتمون هنوز هستن. ولی چیزی که واقعا منو ناراحت کرد و مجبور شدم این ویدیو رو بسازم که حداقل نشون بدم که این دوستان چقدر زیر فشار هستن، این بود که چه بر سر اینها اومد بعد از انتخابات دهم. امیدوارم شما همین رو تا آخر ببینید، خوشتون بیاد و اگر خوشتون اومد پخشش کنید. در همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات 2 تا خواست محوری رو در بیانیه مطرح کردیم که این 2 تا خواست محوری شامل پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و اصلاح و تغییر بخشای از مواد قانون اساسی بود. این 2 تا خواسته به نظر میرسه از زندگی روزمره زنان جدا هستن، ولی در واقع اینا مسیر و شاهراهای رسیدن به درخواستایی که تو زندگی روزمره زنان تاثیر گذاشته. ایشون خانم نوشین احمدی خراسانی، نویسنده، جامعه شناس، مترجم، ناشر و فعال جنبش زنان در ایران هستند. ایشون از بنیانگذاران مرکز فرهنگی زنان و از اعضای اولیه کمپین 1 میلیون امضا هستند. ایشون فعالیتشون رو از سال 1369 همراه با همسرشون در اداره انتشارات توسعه شروع کردن. از سال 73 با نگارش مقالات و کتاب‌هایی که در حوزه زنان بحث می‌کرد وارد حرفه نویسندگی هم شدن. از سال 77 ایشون فصلنامه جنس دوم رو منتشر می‌کنن. سردبیری فصل زنان و همکاری با نشریه نامه از سایر فعالیت‌های فرهنگی ایشون هستش. ایشون همچنین سردبیر سایت مدرسه فمینیستی هم هست. همچنین از بارزترین فعالیت‌های فرهنگی ایشون میشه به نشر نخستین سالنامه زنان ایران اشاره کرد که در نوع خودش یک پژوهش بی سابقه به حساب میاد. ایشون در سال 1385 2 بار دستگیر شدن و به 3 سال زندان محکوم شدن. در سال 1389 هم در شهریور ماه توسط دادسرای ویژه مستقر در زندان اوین فراخوانده شدن به خاطر نشر مطالب علیه نظام در وبسایت مدرسه فمینیستی و همچنین به خاطر شرکت در تجمعات غیرقانونی و تا فعلا که ایشون آزاد هستن تا اینکه جلسه دادگاهشون تشکیل بشه. براشون آرزوی موفقیت داریم. خیلی ها میپرسن همیشه هر زمانی میشد این مطالبات طرح کرد، چرا در زمانه انتخابات؟ من خودم یه روزنامه نگار هستم، روزنامه نگاری که حتی برای استفاده از واژه جنبش زنان در روزنامه ها دچار مشکله. طرح مسائل زنان در روزنامه ها و رسانه های ما دچار سانسور شدیده. ما فکر کردیم در ایام انتخابات به خاطر فضایی که به وجود میاد ما با استفاده از این فضا بخشی از سانسور رو میتونیم دور بزنیم، بخشی از سانسوری که همیشه
در مورد مسائل زنان اعمال میشه، به شدت هم اعمال میشه. خب ایشون هم خانم ژیلا بنی یعقوب هستند، یاد خانم دکتر بنی یعقوب افتادیم، خدا رحمتش کنه. ایشون دبیر سرویس اجتماعی روزنامه سرمایه بودند، دبیر وبسایت کانون زنان ایران هستند، روزنامه‌نگار با سابقه‌ای هستند که در سال 2009 جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری رو برنده شدند. ایشون در 30 خرداد 88 دستگیر شدند، 1 سال حبس تعزیری و 30 سال محرومیت از شغل خبرنگاری چیزی بود که در نهایت عاید ایشون شد. البته بازم جای شکرش باقی که ایشون رو از روزنامه خوندن حداقل محروم نکردن. وقتی انتخابات به پایان رسید و حالا فردی گروهی جناحی به پیروزی رسید، بحث مطالبات زنان در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیره یا اصلاً به دست فراموشی سپرده میشه. بسیار عالی. ایشون هم خانم فریده ماشینی بودند، از اعضای حزب مشارکت ایران و ایشون فعلا ریاست کمیسیون زنان جبهه مشارکت رو هم بر عهده دارن. ایشون از فعالان بزرگ حقوق زنان در ایران هستند که در تاریخ 30 مهر ماه پارسال، زمانی که در مراسم دعای کمیل آقای شهاب الدین طباطبایی بودند، دستگیر شدند و مدت کوتاهی بعدش آزاد شدند. دعای کمیل رفته بعد دستگیرش کردن. اینکه این روحیه نفقه بگیری در جامعه زنان ما هست، همین هست، یعنی وابسته است. به طور طبیعی ما هر کدوممون بخوایم وابسته به جیب پدرمون، همسرمون، برادرمون یا هر کسی با یه جنس دیگه‌ای، حتی جنس موافق خودش، یعنی زن دیگه‌ای باشه، چون جامعه ما مرد سالار نیست، جامعه ما پدر سالاره. ایشون خانم فیروزه صابر مادر کارآفرینی ایران هستند. ایشون از زنان بسیار فعال در رشته کارآفرینی و حقوق زنان در ایران هستند. ایشون در سمینارها و همایش‌های بین‌المللی بسیار شرکت کردند. تو این سمینارها سخنرانی‌هایی که کردند بسیار تاثیرگذار بود. در واقع همه متفق القول هستند که نقش بارز ایشون رو در مثبت نشون دادن چهره زن در ایران، یا بهتر بگم مثبت کردن نگاه به جامعه زنان در ایران رو در دنیا نمیشه انکار کرد. متاسفانه زمانی که ایشون قصد داشتن در یکی از همین سمینارها در آمریکا شرکت کنند، اعلام شد که ممنوع الفروش هستن و پاسپورتشون ضبط شده. ما وقتی یک کارآفرینی میکنیم، در واقع یه عده‌ای مرد و زن رو به استقلال اقتصادی حالا یا ایجاد اشتغال براشون میکنیم. میخوام بگم که ما از رئیس جمهور آینده میخوایم بدونیم که اصلا برنامه اقتصادی. خانم خدیجه مقدم هم که از بزرگترین کارآفرینان زن ایران هستند، فعلا در زندان هستند. کاندیدای محترم، در قانون اساسی داریم ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. بلافاصله داریم که حمایت مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست. سوالی که ما از شما داریم این هستش که شما چه رابطه‌ای بین این دو ماده قانون اساسی برقرار می‌کنید؟ رابطه‌ای که ما برقرار می‌کنیم این هستش که زمینه‌های مساعد، یکی از اساسی ترین زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زنان و مادران، اشتغال و استقلال مالی اونهاست. امروز متاسفانه نابرابری شرایط اجتماعی در حوزه اشتغال زنان به گونه‌ای است که زنان مجبور شدند بین اشتغال و وظیفه مادری که در قانون اساسی بسیار ایشون علاوه بر حبس و محرومیت از کار که در حکم قضایی ایشون وجود داشته، شلاق هم داشتند و خب پرسیدن سوال در مورد قانون اساسی بالاخره تبعات خاص خودش رو داره. از حضور زن‌ها، از تحصیلات زن‌ها، از ورود زن‌ها به دانشگاه، از آمارهای مربوط به زن‌ها میگه